حسنو پسر خالم چندین بار ازدواج کرد و هر بار زندگی مشترکش با شکست روبرو شد و اگه الان ازش بپرسی بگه من از زن شانس نمیارم، یا اینکه اونا افرادی بودن که قدرشناس نبودن، اون زنها قدر زندگی که این براشون درست کرده بود رو نمیدونستن و رفتن. نادر دوست و همکلاسیم هر جا که میره کار بکنه با مشکل برمیخوره، یا همکارها حسادت میکنن بهش، یا صاحب کار حقش رو میخوره و به این ترتیب تمام عمرش از این کار به اون کار، از این شغل به اون شغل. خودش هم نفهمید از زندگیش چی میخواد، چی رو دوست داره و چه کاری رو میخواد انجام بده. احمد پسر عمم تحت نفوذ پدرش بود. اینها یک شغل خانوادگی داشتن، برادرها و خواهرهای دیگه رفتن دنبال زندگیشون، اما این ملزم شد که بمونه و این شغل ارثی خانواده رو ادامه بده. از اون طرف همسرش دوست نداشت، دوست داشت که احمد یک آدم مستقل باشه. از اون طرف چون به این کارش علاقه نداشت و دل نمیداد، همواره از سمت پدرم شماتت میشد. خودش از خودش بیزار شده بود، چون تو این زندگی جایی واسه خودش و علاقه های خودش وجود نداشت. تحت فشار همسر، مادر، پدر و دیگران بود. تتلو، سلیبریتی معروف، نمیتونه یک رابطه پایدار برقرار کنه. همواره بعد از یک ارتباط انگشت رو به سمت اونا میگیره که اینا فلان ایراد رو داشتن و همان بودن، اینطور بودن، اونطور بودن. یه فامیل داشتیم که تو سن بالا ازدواج کرده بود و خدا بهش یه پسر داده بود. تمام مدت زندگی چسبیده به این پسر بود، حتی در دوران دبیرستان میرفت میشست پشت در تا زنگ آخر تعطیل بشه و با این بچه برگرده بیاد خونه. و اگه ازش میپرسیدی میگفت تو جامعه گرگ. میدونید مغز بشر، روح و روان بشر استعداد عجیبی در تحریف داره. یعنی مشکلاتی رو که ما در دوران کودکی داشتیم، اولا به نوعی ما در حال تکرار این روند هستیم، یعنی به صورت بی اراده هی تکرار میکنیم. اصل موضوع هم واسمون تحریف میکنه روح روانمون. نمیگه آقا تو در دوران کودکی به این علت نمیتونی یک رابطه سالم برقرار کنی. کمبودهای عاطفی و روانی باعث شدن. میای انگشت اتهام رو میگیری به اطرافیانت.